کمک‌های بشردوستانه مواد خوراکی از سوی انجمن عاطفه مقیم نیویورک امریکا به خانواده‌های نیازمند در ولایت‌های فاریاب، سرپل، جوزجان توزیع گردید. این کمک‌ها که شامل 7 قلم مواد خوراکی می باشد و به 150 خانواده نیازمند توزیع گردیده است. در همین حال شماری از مستحقینی که این کمک ها را دریافت نمودند از مسئولین این انجمن قدردانی نموده و خواهان ادامه کمک های بشردوستانه به خانواده های نادار هستند. فقر آدم کت و اغل بزم یا زندلی بزم سعیم است حال بزم یا جای بزم یا تشکلی قلب بزایشون جا کمک قلب باید آینده ایم بزادنشون جا کمک سبله خیلی نمید گذران نمی داریم نداریم نمی پارسال شما هم یک کمک دادین به ما یک خیلی اکیدی ما رو پرده شد باز یک کمک دادین تشکر شما خدای پاک عوض زیاد کنه. از ظاهر صاحب عقب جان از خانومش که ما را در این روزای عید قدیما کمک کرد خداوند قدش کمک بکنه همیشه ما را یاد بکنه ما مردم غریب هستیم فقیر هستیم چیزی نداره همیشه باید ما را یاد بکنه سر خدا اجر بتیشان اولاداش خداوند روز نیک بته برای که اوچا بگیم جاراد برد اینا خدا مهربان اینا پروردگار مهربان و توان خدا مهربان شنو غیر گده خداشون برای قلبته خداوند ناسق کنه شده دیگه خود ما مردم خوش هستیم از هر جوانی که ما مردم کمک کرده خدای پاک در حج آخرت بته همیشه ما مردم یاد کنیم ما مردم غریب مردم هستیم پسمان مردم هستیم تمام روز موقت مردکاری بیچارگی است اینا بیت کلام کمک دم مردم مثل که یک کور بخش کرده گوری است خدای پاک از غیب برکت بده در اولادش برکت بده خدای پاک همیشه کامیاب داشته باشه سربلند سرفراز داشته باشه. از سوی هم یک تن از مسئولین ولایتی این نهاد مددرسان میگوید که تانستند در یک پروسه شفاف 150 خانواده نیازمند را کمک بشردوستانه توزیع کنند. انجمن متولی عاطفه مقیم نیویورک مسجد جامع حضرت ابوبکر صدیق با رهبری جناب آیسای محمد ظاهر یعقوبی و کمک مالیشان این بار در فرارسیدن عید قربان به سال 2023 از جناب الحاج محمد ظاهر جان یعقوبی و خانم محترمشان جناب بیبی حاجی معناز جان یعقوبی که همه وقته در این مملکت که ما یک مملکت خشکسالی که تهدید میکنند در این وقتا دستگیر مردم شدن همه وقته کمک کردن این بار اولشان هم نیست همه ساله کمک هایشان میرسه یک جان سپاس تشکر با امید از اینکه کمک های بیشتری را در اینجا چیز بکنند که ارسال کنند که تا اینکه مردم ما از این کمک ها مستفید شوند. این در حالی است که انجمن عاطفه مقیم نیویورک امریکا همه ساله کمک های بشردوستانه خویش را به ولایت های مختلف افغانستان توزیع می کند.